چشمامو که باز کردم نور کمرنگ خورشید از پنجره افتاده بود توی اتاق و تازه هوا داشت روشن می شد. برگشتم سمت ننه. هنوز خواب بود. بی حرکت توی رخت خوابم دراز کشیدم. ترس که از تنم بیرون رفت بلند شدم که یه آبی به صورتم بزنم. دستمو که پر از آب کردم خواستم صورتمو بشورم دیدم وای خدایا چرا کف هر دوتا دستم انگار حنا گذاشتن، قرمزه. هرچی با آب و صابون شستم نرفت. گفتم شاید کار ننه جونمه. آخه قدیما یه اعتقاداتی دارن که ما سر در نمیاریم یا اصلا قبولش نداریم. رفتم سراغ ننه. تازه بیدار شده بود و همینطور که توی رخت خوابش نشسته بود با زحمت زیاد داشت ملافه و رخت خوابای خودشو مرتب میکرد. ننه که قیافه منو دید گفت پناه بر خدا، چی شده ننه؟ چرا ترسیدی؟ من 2 دستمو گرفتم جلو و گفتم ننه دستامو شما حنا گذاشتی؟ ننه که انگار روح دیده باشه رنگ پریده صورتش رنگ پریده تر شد و با دست زد توی سرش و گفت خاک بر سر من شد، خدایا بچه‌مو در پناه خودت حفظ کن. و بعدم با اون جون نداشتش سعی کرد از سر جاش بلند بشه. رفتم سمتش و دستش رو گرفتم و نشوندم. گفتم ننه چی شده؟ به من بگو، کجا میخوای بری با این حالت؟ شما که از من بیشتر ترسیدی. ننه جونم که ترس و اضطراب افتاده بود به جونش هی جا به جا میشد و میومد بلند شه، ولی چون جون نداشت میافتاد و پشت هم میگفت ننه آسیه، همین الان ننه آسیه رو باید ببینم. خاک بر سرم شد. از اون چه میترسیدم سرم اومد. خدایا دختر قشنگم رو در پناه خودت حفظ بکن. من تا اون روز ننه جونم رو توی اون حال احوال ندیده بودم. هم ترسیده بودم هم گریم گرفته بود. نمیدونستم چه بلایی داره سر من میاد که ننه مثل مرغ سرکنده داره بالا پر میزنه. گفتم ننه دردت بجونم، اینطوری میکنی که قلب من از ترس میتره که یه چیزیت میشه ها، آروم بگیر، بگو چی شده. یه لیوان آب دادم دست ننه ولی یه قلوب بیشتر نخورد و یه نفسی گرفت و گفت آوینا از امروز پا تو از این اتاق بیرون نمیذاری، حتی توی حیاط هم نمیری و منم همین الان باید ننه آسیه رو ببینم. گفتم ننه جون وقتی نمیذاری من برم بیرون چطور ننه آسیه رو صدا بزنم؟ ننم گفت واسه همین خودم باید پاشم برم دیگه. گفتم ننه تو که جون رفتن نداری، بذار یکم بگذره، از ایوون مرتضی پسر همسایه رو صدا میکنم بره دنبال ننه آسیه، اینطوری خوبه؟ ننه دستمو گرفت توی دستش و کف دستمو نگاه کرد و زد زیر گریه. گفت ببخش ننه، بیفکری ما رو ببخش. آقات برای اینکه این اتفاق نیفته جونش رو هم داد ولی اونا زیر قول و قرارشون زدن. یعنی چی؟ ننه چی میگفت؟ آقام به خاطر من مرده؟ مگه نگفتن سر سجاده نماز به رحمت خدا رفته؟ گفتم ننه کیا رو میگی؟ منو میترسونی، ماجرا چیه؟ بذار بگم مرتضی بابامم خبر کنه. گفت ننه فعلا تا مطمئن نشدم به هیچ کس نباید چیزی بگیم. بعد گفت تو رو به روح آقات که مثل جونش تو رو دوست داشت قسمت میدم با هیچ غریبه ای هم کلام نشو و پات رو از این خونه و ایوون حتی توی حیاط هم نذار. این خونه محافظت شده است، اینجا دستشون به تو نمیرسه. سرتون رو در نیارم. ننه آسیه که اومد و حال ننه جونم و اونطوری دید گفت چی شده خاتون؟ این چه حال و روزیه؟ ننه جونم گفت آسیه همون شد که نباید میشد. دست آوینا رو ببین. و منم کف 2 دستم رو به ننه آسیه نشون دادم. ننه آسیه هم که میخواست نشون نده که چقدر شد که شده یه پناه بر خدا گفت و شروع کرد یه چیزی زیر لب خوندن. بعدم گفت بیا بشین آوینا برامون تعریف کن. گفتم چیو؟ ننه گفت هرچی از دیروز که رفتی انباری تا حالا. منم هرچی توی انباری شده بود رو برای ننه آسیه تعریف کردم و اون پرسید خب کی رنگ حنا رو کف دستت دیدی؟ گفتم صبح که از خواب بیدار شدم. ننه جونم و
ننه آسیه نگاه معناداری به هم کردن و ننه آسیه پرسید دیشب خواب عجیب غریبی ندیدی؟ منم خوابی رو که دیده بودم براش تعریف کردم. ننه جونم همینطوری چشم دوخته بود به دهن ننه آسیه که ببینه چی میگه. ننه آسیه گفت خاتون بذار من 2 رکعت نماز بخونم، با هم حرف میزنیم. و پاشد وضو گرفت و منم سجاده رو پهن کردم و ننه آسیه ایستاد به نماز. بعدش هم قرآن باز کرد و شروع کرد به قرآن خوندن. یکم که گذشت اومد نشست روبروی ننه جونم و گفت ببین خاتون، همونطوریه که خودت فکر میکنی. آوینا رو نشون کردن و حد اکثر دیگه کم کم 1 هفته 10 روز دیگه عروسشون رو میبرن. مادر بزرگم 2 دستی زد توی سرش و گفت آسیه به فریادم برس. بعدم با هول و بلا گفت پس اون قراردادی که آقا ولی با بزرگ اجنه نوشت و خودشو قربونی کرد که این اتفاق برای آوینا نیفته چی؟ مگه نمیگن اجنه از قولشون بر نمیگردن؟ ننه آسیه گفت خاتون آروم بگیر جلوی بچه، اون فقط 16 سالشه، خوف میکنه یه وقت یه کار اشتباهی میکنه. بله حق با توه، ولی این پسر یه جن یاغیه، پدر و قبیله هم حریفش نمیشن، از همون جنا که بهش میگن جن کافر، زده زیر عهدش. البته چون شما عهد رو با بزرگ قبیله بستین و اون عهد رو شکونده، از قبیلهشون فرار کرده و قبیله هم دنبالشن، ولی عاشق آوینا شده و ولش هم نمیکنه. منم نشسته بودم و حیرون و ویرون داشتم این حرفا رو گوش میکردم. وای خدایا، یعنی اون صدای جذاب و مردونه‌ای که توی انبار شنیدم و اون مرد خوشتیپی که توی خواب دیدم جنه؟ مگه جنا هم عاشق آدم ها میشن؟ مگه اصلا جن واقعیه؟ این ماجراها چه ربطی به آقام خدا بیامرز داره؟ حالا چی میخواد بشه؟ تو همین فکر و خیالا بودم که ننه جونم در حالی که بیقراری میکرد و کلن حال نزار خودشو فراموش کرده بود گفت ببین آسیه، میدونی که این حرفا باید بین خودمون بمونه، مثل تمام این سالها. اگه یه نفر تو روستا یا خانوادهمون بفهمه دیگه نمیشه این موضوع جمع و جورش کرد. روی دختر قشنگم اسبدنومی میمونه و هم خودش و هم جون آقاش حیف میشه. ننه آسیه گفت یعنی به مادر پدرش هم نمیخوای بگی خاتون؟ اونا پدر مادرشن، حق دارن بدونن چی تو انتظار دخترشونه و چی قراره سرش بیاد. ننه جونم گفت وای خدا مرگم بده و اون روزو نبینم، خدایا خودت به دادم برس. پسرم بشنوه از قصه دق میکنه، ولی چاره‌ای هم نیست، به قول تو پدر مادرشن، باید بدونن. ننه آسیه گفت آوینا دخترم نترس، فقط باید حرف گوش کنی و کنجکاوی باعث نشه کاری بکنی که دیگه نتونیم کمکی بهت بکنیم. اول بذاری من سر کتاب باز کنم و از خدا کمک بخوام. اگه خودم هم نتونستم میگردم 1-2 نفری و اسمشون رو شنیدم که میتونن کمکمون کنن. خلاصه تا غروب همینطوری گذشت. غروب که زن عمو حجیر اومد پیش ننه بمونه، ننه گفت گلسی فعلا 1-2 هفته آوینا پیش من میمونه، زحمت شما و بقیه کمتر بشه و یه استراحتی بکنیم. برو به شوهر بچه هات برس، به بقیه هم بگو فعلا آوینا پیش من میمونه. زنمو که معلوم بود خوشحال شده این حرفا چیه ننه؟ وظیفه است، البته که هر جور شما صلاح بدونید. چشم، به بقیه هم میگم. خدا حفظ کنه شما و آوینا رو. ننم که دیگه بی‌حوصله شده بود گفت پاشو گلسی، پاشو برو به شوهر بچه هات برس. سر راهت به عزیز و زنش هم بگو که نگران آوینا نباشن. زنمو گفت چشم و رفت. زنمو گلسی زن عمو حجیرم بود که همسایه ما بودن، یه کمی هم اهل حرف و حدیث بود. من و ننه که تنها شدیم گفتم ننه نگران من نباش، اونی که من دیدم خیلی مهربون بود، به من آسیب نمیزنه. تازه مگه ننه آسیه نگفته عاشق منه؟ بعد با خنده گفتم خداییش ننه از آوات خیلی بهتره، اگه به من بود حاضر بودم زن اون بشم به جای آوات. ننه بیچارم انگشتشو گاز گرفت و گفت
خاک عالم بر سرم. ننه این چه حرفیه؟ تو بچه ای نمیدونی این حرفا یعنی چی؟ صحبتهای من و ننه آسیه یادته؟ قول دادی به ما، یادت که نرفته؟ نذارین آخر عمری چشمم دنبال تو باشه و جون بدم. و زد زیر گریه. این حرف ننه جونم انگار که منو به خودم آورده باشه. گفتم ننه قول میدم هیچ کاری نمی کنم که شما نگران بشی. و ننه هم به لهجه محلیمون قربون صدقم رفت و دست به سرم کشید و منو تو بغلش گرفت که صدای بابام از توی حیاط اومد. منم که خیلی بابایی بودم پریدم تو ایوون و رفتم پیشواز بابام که داشت با بابای مرتضی در مورد سمپاشی باغ و اینجور چیزا صحبت میکرد. هوا تاریک شده بود و فانوس دست بابام بود و اومدن منو که دید خداحافظی کرد و اومد سمت خونه. منو توی بازوش گرفت و فانوس رو به ستون چوبی ایوون آویزون کرد و در حالی که داشتیم میرفتیم توی اتاق گفت چیه بابا؟ چی شده که میخوای اینجا بمونی؟ فهمیدم که زنم گرسی وظیفه‌ش رو با آب و تاب و چاشنی اضافه انجام داده که بابام خسته و خفته و نگران بعد از کار اومده اینجا. رفتیم تو و بابام دست ننه و بعدم سرش رو بوسید و نشست به حال احوال کردن و منم رفتم چای و نوشیرمار برای بابام آوردم و نشستم. بابا گفت ننه جون خیر باشه، چیزی شده؟ ننه جونم که انگار شرمنده باشه سرش رو انداخت پایین. دلم براش آتیش گرفت. زن با اون سن و سال از صبح تا حالا چقدر غصه خورده بود و چقدر احساس شرمندگی میکرد. بابام که دیگه نگران شده بود گفت ننه خاتون قربون گیست، ترس به جونم ننداز، چیزی شده؟ بگو یه چاره‌ای بکنیم. ننه گفت عزیز پسرم، من و آقات تا امروز این مسئله رو به صورت یه راز پیش خودمون نگه داشته بودیم و کنترلش کردیم و فکر میکردیم برای همیشه تموم شده، ولی امروز معلوم شد که اینطور نبوده و من باید این راز چند ساله رو برات تعریف کنم، ولی تو رو به روح آقات قسمت میدم که این حرفا همینجا بمونه. داداشات و پسراشون به خصوص آوات کار اشتباهی نکنن دامن همه خانواده رو بگیره و برای دختر قشنگم توی روستا اسم بدنامی درست بشه. بابام گفت ننه جون به لبم کردی، موضوع چیه آخه؟ بگو برای این عزیز کرده ای من چی شده که تو رو اینقدر ترسونده؟ و بعد نگاهش افتاد به حنای کف دست من و با تعجب پرسید این رنگ حنا چیه؟ چرا حنا گذاشتی تو بچه؟ اینجا چه خبره؟ ننه بابامو آروم کرد. آخه تو روستای ما دخترایی که داشتن میرفتن خونه شوهر حنا میبستن و پیرزنها. ننه رو به بابام کرد و گفت عزیز بشین تا برات بگم موضوع چیه. بعد صداشو آورد پایین و انگار نخواد کسی دیگه ای صداشو بشنوه گفت موضوع برمیگرده به وقتی بابات 18 سالش بود و من 16 سالم بود. ما خیلی خاطرخواه هم بودیم، ولی بابای من چون ما زمیندار بودیم و آقا تو خانوادش مال و منالی نداشتن هیچ جوره راضی نمیشد که آقا دامادش بشه و حتی به کد خدای روستای مجاور که برای پسرش منو خواستگاری کرده بود جواب مثبت داده بود. من و بابات تصمیم گرفته بودیم فرار کنیم چون حاضر نبودیم بدون هم زندگی کنیم. البته که زمان ما فرار کردن دختر و پسر خیلی عیب و ننگ بود و خانواده ها برای اینکه ناموس و اسمشون رو پاک کنن اگه اونا رو پیدا می کردن می کشتن تا به قول خودشون از اون بدنامی خلاص بشن. ولی من و آقات برامون مهم نبود. تصمیم گرفته بودیم یا با هم زندگی کنیم یا با هم بمیریم. خلاصه یه شب قرار گذاشتیم که زیر درخت چناری که اولین بار همدیگر رو دیده بودیم بریم و با هم فرار کنیم. منم که آقات رو از جونم هم بیشتر دوست داشتم پی همه چیز رو به تنم مالیدم و یه بخچه بستم و زدم زیر بغلم و رفتم سر قرار. ولی وقتی بابات اومد اونقدر خوشحال بود که انگار گنج پیدا کرده. دستای منو توی دستاش گرفت و با هیجان گفت خاتون قشنگم دیگه نیازی نیست فرار کنیم، فردا میام خواستگاری تو، مطمئنم بابات نه نمیگه. گفتم چطوری آخه؟ چی شده آقا ولی؟ دوستان خوبم ادامه داستان رو در کانال ببینید و بشنوید.
تا داستانی دیگر، بدرود.